شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجر را در خارج کشور نقض می‌دارد. برای ما شما عیب نیست. نه اینکه مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ و ناموس داریم؟ صدها نفر از حساب مهاجرات، صدها زیادتر. اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چونکه ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.